بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله والصلاة والسلام علی رسول الله و علی آله و اصحابه و من والاه. اما بعد، مهاجرت فایده ها و ضرر های خود را دارد. هر یک انسان باید فایده ها و ضرر های مهاجرت را در دو پهلوی ترازو گذارد و برای برطرف کردن ضررهایش کوشش کند. نشود که امروز مهاجرت از یک طرف کمی فایده بیارد و از طرف دیگر ضرری عظیم بیارد. یکی از ضررهای بزرگ مهاجرت این دور بودن شوهر از همسر است که در بسیار حالتها عاقبتهای ناخوش آورده است. بنابراین انسان باید کوشش کند همراهی عائله اش باشد و مقصود شریعت هم از نکاح و مقصود نکاح هم این یک جای بودن شوهر و همسر است. الله سبحانه و تعالی در سوره روم میگوید که و من آیاته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا، از علامت های هستی و قدرت الله تعالی این است که از نفس شما برای شما جفت شما را آفرید. جفت انسان از حیوان نیست، از پرنده نیست، از جن نیست. الله تعالی منت میکند، میگوید که ما جفت شما را از جنس خودتان آفریدیم. از قبرغه چپ حضرت آدم علیه السلام حضرت حوا را آفرید. جنس آدم، فقط جنس لطیف جفت آفرید الله تعالی. برای چی؟ سببش را بیان کرده، گفت که لتسکنوا الیها، تا اینکه در نزد او آرام گیرید. وقتی که انسان 10 سال در مهاجرت هست و همسرش در کشور هست، یا 20 سال، حتی بعضی ها 30 سال همین روش را دارند که در 2 سال یا 1 سال یک مرتبه 1 ماه 2 ماه میروند، باقی مانده همیشه از همسر جدا. و این برخلاف مقاصد شریعت و برخلاف مقاصد نکاح است. مقصود شریعت و فایده های سلامتی های زیاد هم دارد، فایده های عظیم دارد. همراهی عائله، همراهی همسر، زندگانی کردن انسان. لتسکنوا الیها، تا اینکه شما در نزد همسرتان آرام گیرید. در نکاح فایده های عظیم است و مقصد نکاح هم زن و شوهر باید در یک جا زندگی کند. بله، می شود حالت هایی که از روی ضرورت 1 سال، 6 ماه، 2 سال در عمر انسان هیچ باکی ندارد. شریعت امر میکند همسر را که صبر کند، ولی همیشه جدای زندگی کردن این عاقبت خوب ندارد. در سنن کبرا و در سنن سعید بن منصور، امام بیهقی در سنن از عمر بن الخطاب رضی الله عنه روایت کردند که حضرت عمر شب در کوچه های مدینه می گشتند. یعنی این گشت و گذار حضرت عمر از روی سیر و گشت یا از روی استراحت نبود. از احوال مردم خبر می گرفتند، گرسنه ها را از احوالش با خبر می شدند. مردم چی مشکلی دارد، چی درد دارد، چی غم دارد، از فکری در فکر مردم بودند. بنابراین وقتی که یکی از این شبها در کوچه های مدینه راه می گشتند، ناگاه از خانه یک زن آواز زنی برآمد: فوالله لولا خشیت الله وحده لحرک من هذا السریر جوانبه. می گفت قسم به نام الله تعالی، اگر ترس الله نمیشد این کتها به حرکت می درآمد. می گفت کنایه از زنا. بعد حضرت عمر از شنیدن این سخن غمگین شدند و سحری یا نماینده ای را، یا زنی را به خانه آن زن فرستانیدند که تحقیق کند مسئله را که چی گپ است، او کی هست، چی مشکلی دارد. وقتی که فهمیدند که آن زنی یکی از شخصیت های هست که شوهرش در جنگ است، در راه الله تعالی در سفر جنگی هست، یک زنی را وظیفه دار کردند که تا آمدن شوهرش در خانه همان زن قرار گیرد و مزد او را هم از بیت المال جدا کردند تا اینکه این زن همراهی او انیس شود. و وقتی که در بری زن یک زنی دیگر می شود، شاید بعض غم غصه ها، شاید دلبرداری می شود، شاید مشغول با این زن می شود، صحبت می کند و از کار گناه دور می شود.
بعد به سرلشکرها مکتوب کردند که شوهر همین زن را فرستانیده شود بعد انیخ کردن نامناسبش و به نزد حضرت حفصه رفتند. حفصه دخترشون است ولی مادری مومنان است، همسری پیامبر صلی الله علیه و سلم است، علم دارد. گفتند که کم تصبر المرأة عن زوجها، زن چقدر قدرت دارد که بدون شوهر زندگی کرده تواند صبر کند. گفتند که 1 ماه صبر میکند، 2 ماه صبر میکند، 3 ماه صبر میکند و در ماه 4 عذاب میکشد. گفتند در بعض روایت ها 4 ماه، 5 ماه، 6 ماه صبر میکند. گفتند یعنی این معنی اینو ندارد که بعد این یعنی گناه میکند، فقط این است که یعنی در باقی مانده بعد 6 ماه یعنی زن احتمال است به بیماری ها دچار می شود، عصبهاش خراب می شود، بیمار می شود و احتمال است به گناه هم دست زند. بنابراین حضرت عمر وقتی معین گذاشتند، قرار قبول کردند که جنگاورها باید در جنگ فقط 6 ماه از خانوادهشون دور شوند. 1 ماه برای سفر رفتن، 1 ماه برای بازگشت، 4 ماه برای جنگ. دیگر در هر 6 ماه سرلشکرها باید عسکرها رو به خانه هایش فرستاند. به نزد همسرهایش گفته قانون قبول کردند. ولی سندش کمی مقال دارد ولی معنای این قصه درست است و پیامبر علیه السلام چه خیلی که در معجم طبرانی ثابت است گفتند که اقتدوا بالذین من بعد ابی بکر و عمر، بعد من شما به این 2 شخصی که بعد من به شما راهبر می شود پیروی کنید، ابو بکر و عمر. و در دیگر حدیث هم تمسکوا بها و سنت مرا مستحکم دارید و علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المهدیین من بعد من سنت خلفای راشدین را مستحکم گیرید. ابو بکر، عمر، عثمان، علی، شما طبق سنت اینها عمل کنید. گفته پیامبر علیه السلام برای ما سپارش داده. این سنت حضرت عمر است و طبق قرآن است. الله تعالی در سوره بقره میگوید که للذین یؤلون من نسائهم تربص 4 اشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحیم. آنهایی که قسم یاد کردن به نام الله که با همسرهاشون هم بستر نمیشن. کدام مرده که قسم یاد کنه به نام الله که من با همسرم هم بستر نمیشوم، گفته قسم خورد، الله تعالی میگوید که برای این گونه مردها 4 ماه وقت داده میشود. اگر در مدت 4 ماه با همسرش هم بستر شد یعنی این خوب است، بازگردد، این گونه قسم ها اصلا نخورد. ولی وقتی که قسم خورد یعنی الله تعالی 4 ماه مهلت داد که به قسمش ایستد، ولی بعد 4 ماه یا کفاره دهد یعنی به 10 مسکین طعام دهد یا لباس دهد. اگر طعام دادن و لباس دادن 10 مسکین را قدرت نداشته باشد 3 روز روزه داشته دهد و قسمش را شکند، با همسرش خفت و خواب کند. این بهترین راه است. یا اینکه اگر در همین قسمم استوار می ایستم، گفت این زن دیگر نگاه ندارد، قاضی فسخ میکند بین نکاح آنها بریده می شود، یا اینکه طلاق طلب میکند که طلاق دهد تا اینکه این زن شوهر دیگر کند، این گونه زن را جزا ندهد. یعنی از 4 ماه زیاد همراهش هم بستری نشدن را الله تعالی منع کرد. بنابراین حضرت عمر رضی الله عنه هم 4 ماه، در بعض روایت‌ها 6 ماه را به اینابت گرفته به مهاجرها، به آنهایی که در جنگ هست، آنهایی که در سفر هستند اجازه دادن که از این زیاد نیستند. بنابراین امام احمد رحمت الله علیه هم در فتواهاشون خیلی که در مغنی ابن قدامه نقل کرده است میگویند که اگر مرد در سفر باشد و همسرش طلب کنند که بیا برگرد از سفر، لازمه میگن لازم است که اطاعت همسر کند، یعنی اجابت کند به دعوت همسرش. خب اگر به اجازت طرفین باشد، واقعا سفر کردن در 6 ماه مشکل است یا همسر را به مهاجرت آوردن مشکل است، 6 ماه 1 سال، یعنی همدیگر را اگر راضی شوند و صبر کنند و در نزد محرمهایش همسرش را گذاشته آید، بعضی علما میگن اجازت است. ولی
این را عادت نگیرید برادرای عزیز. نشود که 10 سال 5 سال عمری شما همیشه در مهاجرت باشد و همسر شما در وطن باشد. اونها هم بر ذمه شما حق دارند. شما فقط جمع آوردن پول و مال فکر نکنید، حق آنها را هم ویم واجب است. شاید می شود که انسان فقط به مادی نظر میکند، معنوی را فراموش میکند. حق زن را هم ادا کنید. در صحبت های آینده به همین موضوع متعلق دیگر حدیث و آیات احکام ها را ذکر میکنیم. یعنی ما طرفدار این هستیم که شوهر همراهی همسرش باشد، دور و دراز از همدیگر جدا نشوید. علل خصوص نو خانه‌دار شده ها. افسوس که بسیار جوانان خانه‌دار میشن، بعد 1 هفته بعد 1 ماه سفری مهاجرت میکنن، دیگه این کلیند بیچاره در وطن باقی میماند. این مقصود شریعت مخالف مقصود شریعت هست. برادر عزیز، در این مسئله اهمیت دهید. بگذار 1 سوم پول کار کنید و همراهی همسرتان باشید. خانه ارزانتر اجاره گیرید و همراهی همسرتان باشید. انشالله در این باره باز در درس های آینده، صحبت های آینده در موضوع درد مهاجر انشالله همراهی شما صحبت میکنیم. الله سبحانه و تعالی مشکلات تمام مهاجرهای مسلمان ها را آسان بگرداند. الله تعالی شوهرها و همسرها را یک جایه کند و زندگی خوش در این دنیا داشته باشید و در سرای آخرت الله سبحانه و تعالی گناههای شما را مغفرت گرداند و وارد بهشت گرداند. الله اعلم و صلی الله وسلم علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین.